میخوای بدونی علی دایی چند تا بچه داره و چه حواشی براشون اتفاق افتاده؟ امروز میپردازیم به حواشی اسطوره بزرگ ایران و دختر بزرگش دنیز خانم دایی و اینکه چجوری دنیز دایی اسمش سر زبونا اومد. علی دایی اسطوره فوتبال ایران در سال 83 در 36 سالگی با مونا فرخ آذری ازدواج کرد. البته اسطوره فوتبال قبل از این ازدواجش یه ازدواج ناموفق دیگه هم داشت که متاسفانه منجر به طلاق شد. در حال حاضر همسر سابق علی دایی توی لندن زندگی میکنه که حاصل ازدواجشون دنیز خانم داییه. خیلی ها تصور میکنن که علی دایی یک فرزند داره، اما ایشون 2 فرزند داره. این تصور به این دلیله که اکثر رسانه‌ها عکس نورا دایی رو منتشر میکنن و صحبتی درباره دنیز دایی نمیکنن. این رسانه‌ها مدعی‌اند که مرد یک فوتبال ایران فقط یک فرزند داره. با من باش تا بهت بگم ماجرا چی بود که اسم دنیز دایی سر زبونا افتاد. علی دایی در برنامه خاطرانگیز 90 بود که به اسم دخترش قسم خورد و گفت به جان نورا نمیبخشم. مایلی کوهن در پاسخ به علی دایی گفت بهتره بگی به جان دنیز نمیبخشم و اینجوری بود که ماجرای همسر سابق علی دایی سر زبونا افتاد. دنیز دختر بزرگ علی دایی متولد 1381 که با مادرش توی لندن زندگی میکنه. علی دایی وقتی که 32 سال داشت با خانومی به اسم مهسا ازدواج کرد، ولی ازدواجشون دوام زیادی نداشت و با وجود دنیز هم این ازدواج منجر به طلاق شد و دنیز هم همراه مادرش راهی لندن شد. دنیز توی لندن مشغول کلاس رقص و به صورت حرفه‌ای رقص رو دنبال میکنه. عکس و فیلم های رقصش هم توی پیج اینستاگرامش منتشر میکنه و عکس های دوستاش و پدرش یعنی علی دایی توی پیجش هست. اما علی دایی بعد از جدایی از همسر اولش برای بار دوم با خانم مونا فرخ آذری همسر فعلیشون در 36 سالگی ازدواج کرد. خانم مونا فرخ آذری در راه جواهرات و اصالتا اردبیلی در سال 1356 در تهران به دنیا اومد. اون همچنین کارشناس ارشد صنایع غذایی هم هست. مراسم عروسی ایشون با علی دایی در اردیبهشت سال 1383 یکی از مجلل‌ترین عروسی‌های زمان خودش بود. گفته میشه اون زمان بیشتر از 110 میلیون هزینه عروسی شده. علی دایی و همسرش در سال 1390 صاحب فرزند دیگه‌ای به نام نورا شدند. علی دایی علاوه بر برند خودش نمایندگی نایک و آدیداس رو هم در اختیار داره. علی دایی در کار مسکن و ساختمان‌سازی هم فعالیت میکنه. ایشون فارغ التحصیل مهندسی متالورژی از دانشگاه صنعتی شریف هستن و در سال 86 فیفا اون رو به عنوان 26مین بازیکن برتر فوتبال جهان اعلام کرد. علی دایی علاوه بر پر افتخارترین بازیکن فوتبال، ثروتمندترین بازیکن فوتبال ایران هم هست. ایشون در مصاحبه با عادل فردوسی پور در برنامه فوتبال 360 اعلام کرد که ازدواجم با خانم مونا فرخ آذری اولین ازدواجمه و شایعاتی که میگن علی دایی یک ازدواج ناموفق داشته رو قبول ندارم. من فقط یه بار ازدواج کردم و 2 تا دختر دارم. دختر بزرگم دنیزه که توی لندن زندگی میکنه و حدوداً 15-16 سالشه و توی کالج در حال درس خوندنه. دختر کوچیکم هم هست که متولد سال 1388. بعد از این مصاحبه جنجال‌های زیادی توی فضای مجازی رخ داد و به نظر میرسه با پستی که دنیز منتشر کرد خواست چیزی رو به مخاطبانش بگه. دنیز گفت امروز داشتم به این فکر میکردم که چیزی نمونده 18 سالم بشه و داشتم عکسای بچگیمو نگاه میکردم که این عکس به چشمم خورد. فکر میکنم عکس تولد 1 سالگیم باشه که اتفاقا روز تولدم با مادرمه، یعنی 20 شهریور. خواستم با این عکس از اینکه همیشه هم دوستم بودی و هم مامانم ازت تشکر کنم مامان مهسا جونم. مرسی بابت همه سختی‌ها و زحمت‌هایی که برای من کشیدی. خیلی دوست دارم. خیلی ها گفته بودن دنیز با پول پدرش داره توی لندن کیف میکنه و خیلی از طرفدارای علی دایی هم گفتن دنیز با خیلی از آقازاده‌های دیگه فرق داره و
پدرش برای فوتبال ایران زحمت زیادی کشید و درست نیست درباره دخترش اینجوری اظهار نظر کرد. اما دنیز گفته من با تلاش خودم هرچی که توی زندگیم دارم و به دست آوردم و به جایی که خواستم رسیدم، نه به خاطر پدرم. علی دایی علاوه بر افتخاراتی که برای فوتبال ایران به ارمغان آورده، همیشه توی کار خیرم پیش قدم بوده و جالبه بدونین که علی خان دایی تا الان بیشتر از 100 تا کودک رو به فرزندی قبول کرده. در فواصل سالهای 1997 تا 1999 میلادی علی دایی به عنوان سفیر صلح یونیسف برگزیده شد. مؤسسه بین المللی صلح به پاس زحمات این مرد از اون قدردانی کرد و نشان صلح یونیسف رو به سینه‌اش زد. دنیز دایی متولد 20 شهریور 1381 که به تازگی به دانشگاه آکسفورد راه پیدا کرده تاریخ میخونه. مهسا مادرش در این باره گفته عزیز دلم، امروز اولین روز زندگی مستقلت با ورود به دانشگاه تو شهر دیگه ایه. ولی کاملا به یاد دارم در طول این 19 سال هیچ وقت بچه نبودی و همیشه عاقل بودی و امروز من مادر تو سر تعظیم به شخصیت والای تو فرود میارم. برات بهترینا رو آرزو میکنم. چشم بدخواهان و حسودات کور. شما نظرتون درباره اسطوره فوتبال ایران چیه؟ به نظر شما دخترش دنیز این مردم پدرش رو دوست داره؟ حتما نظرتون درباره علی آقای دایی و دنیز دایی به این بگید.